الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. آیه های سوره مبارکه حجرات تلاوت شد و این سوره زیبا سوره عجیبی است و الله تعالی در این سوره هدایت های را به ما داده است و راهنمایی های را به ما کرده است که اگر هدایت سوره مبارکه حجرات ما مراعات بکنیم می توانیم بهترین زندگی را داشته باشیم، سالمترین زندگی راحت، زندگی همراه با آرامش و بهترین زندگی را ما می توانیم داشته باشیم. الله تعالی در آغاز این سوره آداب بزرگان بیان کرده و مقدسات بیان کرده است و احترام اونها را، حرمت گذاشتن به بزرگان، به ساحت مقدس حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و به ذات یگانه پروردگار. لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. بزرگان آدابشون مراعات بشه، پیشوایان دین، رهبران دینی و بزرگان حرمتشون گذاشته بشه. هر کسی حرمتی داره در همان حد که حرمت دارد و جایگاه دارد آداب او رعایت بشود. و سرزنش داده است الله تعالی شدیداً کسانی را که آداب رعایت نمی کنند و اینها را لا یعقلون نامیده و اونهایی که ادب بزرگان و حرمت بزرگان و جایگاه اونها را نتوانند رعایت بکنند آدمان بی عقلند و عقل ندارند و از تمدن اسلامی بدورند. انسان متمدن همه چیز میفهمه، جایگاه را، ادب را، حرمت و احترام را. و قرآن عظیم الشان هشدار داده است که اگر یک آدم ناباب و نامناسب خبری به شما رسوند بلا فاصله تصمیم نگیرید بلکه شما بررسی بکنید. الله دستور تبیین را داده است و دستور بررسی را داده، تحقیق داده. چه بسا قتل ها، چه بسا درگیری ها که به حد قتل هم رسیدن پیش آمده است. چه بسا انسان های بیگناه کشته شده. روی بعض اخبار وقت تحقیق شده دیدن نه این انسان بیگناهه. بسیاری از افراد انتقام گرفتن و قصاص برادر و عزیزشون را گرفتن و بعد متوجه شده که او شخصی را که کشتن بیگناه قاتل کسی دیگه است. چرا این مسئله پیش آمده است که تبیین نکردن، تحقیق نکردن، بررسی نکردن. چه بسا تعرض شده، دو تا قوم با هم درگیر شدن و دو تا
برادر با هم درگیر شدن، پدر و فرزند با هم درگیر شدن، زن و شوهر با هم درگیر شدن در یک خانه، روی خبری که رسیده است به یک طرف و او عصبانی شده و خشم کرده است، ولی بعد که بررسی کردن دیده این خبر دروغه. به کثرت ما میبینیم توی جامعهمون، یک مورد و دو مورد نیست، 10 مورد و 100 نیست، هزاران مورد ما میبینیم که به همین صورت است. بررسی نمیشه، خبری که میرسد طرف باور میکنه، سابقه ذهنی داره و لحاظا تصمیم میگیره، وارد عمل میشود و بعد متوجه وقتی که بعداً تحقیق میشه تا خبر دروغین بوده است. و او منبع اشتباه بوده، سوی برداشت بوده، سوی تفاهم بوده است و واقعیت نداشته است. و لحاظا پشت سر این الله می فرمایند اگر دو طایفه مؤمنین، دو گروه از مؤمنین به هم درگیر شدند که بخشی از این درگیری ها در اثر همین عرض کنم که خبرهای نادرسته و اطلاعات نادرست هست، لہذا شما به اصلاح اینا بپردازید و عدالت اجرا کنید و از خدا بترسید در اصلاح ذات البین، در اصلاح مردم از خدا بترسید، قوانین خدا را، مقررات خدا را نقض نکنید و ظلم نکنید بر یک طرف، عدالت رعایت کنید. شما مورد رحم خدا قرار میگیرید و مرحمت خدا قرار میگیرید. باطل بررسی که شده نشان داده که اختلاف بسیار خطرناک است. بررسی از کتاب و سنت نشان میده که اختلاف و تفرقه نه تنها دنیا را ویران میکنه بلکه دین انسان تباه میکنه. نه تنها به باطل ضربه میزنه بلکه حق هم ضربه میخورد. کسی که به جانب حق همون هم ضربه میخورد. روی این حضرت فرمودن هر کسی که در اختلاف و در یک مرافع جانب حق داشته باشد و بگذاره دعوا را، فرمودن اگر دعوا را بگذاره و جانب به حق بر سر حق باشه، وسط جنت حضرت فرمودن که جایگاهی را برای او تضمین میکنه. الله او را وسط بهشت داخل میکنه در جایگاهی. و اگر نه حق باشه و اختلاف و ویل بکنه، الله در حاشیه جنت برای او جا پیدا میکنه، جا میده او را. اختلاف دوری کردن و فرار کردن از اختلاف و گریز از اختلاف بسیار مهمه. اختلاف ضربه اقتصادی داره، فرهنگی داره، حیثیتی داره، به آبرو ضربه میزنه و اختلاف سبب غیبت و سبب دروغ و سبب تهمت میشه. و روی این آیه های پشت سری که در سوره حجرات الله تعالی هشدار داده است که هیچ قومی به قوم تمسخر نکنه. همین تمسخر سبب نفرت می شود و سبب منازعه میشه، سبب درگیری می شود. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا من. قوم به قوم تمسخر نکنه، هیچ قوم دیگر را پایین ندونه و اونها را تذلیل نکنه و تحقیر نکنید. چرا آیه بعدی میگه شما همه فرزند یک پدر و مادرید؟ همه انسان ها از آدم و حوان، لا فضل لعربی على جمیع ولا لاسود على احمر، ولا فرمودن هیچ کشره، هیچ عرب بر عجم فضیلت نداره و عجم بر عرب، سیاه بر سفید فضیلت نداره. و لہذا فضیلت سفید بر سیاه، همه شما کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، همه ما از فرزندان آدمیم و آدم از خاک، و لہذا ماده اصلی ما خاک هست. و ما نباید تفاخر بکنیم، نباید تکبر بکنیم، نباید خود را برتر بدانیم. ملاک برتری بر تقوا هست و بر پرهیزگاری هست. زنان هیچ قومی به قوم دیگه تمسخر نکنند. زنها را باید متوجه کنیم و زنها بدانند
که زنهای یک قوم به قوم دیگر من شده در قرآن که تمسخر بکنن. چرا ممکنه اون زنهایی که به اونها تمسخر میشه نزد خدا بهتر باشن؟ اون مردانی که به اونها تمسخر میکنیم ما اونها بهتر باشند از ما؟ و قرآن فرموده است یک دیگر به لقبها و نامهای زننده و زشت و بد یاد نکنید، نامهای تحقیرآمیز یک دیگر را نام نبرید و یاد نکنید. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. می فرماید اینا گناهند و نام گناه بده برای مسلمان. کسی که مسلمان به خود عنوان گرفته و نام گرفته است گناه برای او زشته. الله هشدار داده در آیه بعد که ای مسلمانان به یک دیگر گمان بد نبرید، گمان نکنید به یک دیگر، روی گمان بد نبرید. و گمان بد ان بعض الظن اسم، بعضی از گمانها گناهند. همه گمانها گناه نیستند که دلیل باشند، مدرک باشند، بالاخره بره به یک جای ریشه داشته باشه. اما بسیاری از این گمانها که مردم میبندند درست میکنند اینها گناهند. گمان بد فراوانه توی جامعه، مردم حدس میزنند، مردم گمان میبرند، بسیاری از ما خیال میکنن، ذهنیت دارن، بعد که بررسی میشه میبینه که این گمان اشتباه بوده است. و گمانهای بدها الله تعالی در قرآن ما به خودمون بدبین باشیم، به دیگران خوشبین باشیم و عیب دیگران چشممون از عیب دیگران بفروشیم و به عیب خودمون نگاه بکنیم. همین سروران گرامی، مادران و خواهران، تعلیم اسلام میگه شما به خود بدبین باشید، خودتون متهم بکنید، نفستون متهم بکنید، بدبین باشید به خودتون و به دیگران خوشبین باشید. چشمتون از عیب دیگران بپوشید، عیبهای دیگران تحقیق و بررسی نکنید، ظاهر مردم قبول بکنید، نرید دنبال عیبشون مگر وقتی که شما معامله دارید، میخواهید کسی مراجعه کرده که داماد بشه یا میخواد کسی جای ازدواج بکنه، حق داره که بررسی کنه، تحقیق کنه که این خانواده چه خانواده است. میخواد معامله بکنه با کسی، بررسی بکنه که برای که حق من نخوره، مال من نخورد، بررسی بکنه او را. میخواست کسی درس بگیره، تعلیم بگیره و او را به استادی و مرشدی قبول بکنه، بررسی بکنه که آدم متشرع و آدم عاملی است یا نه. و لحاظ این درسته و الا بدگمان هم نباشیم به کسی و غیبت کسی را نکنیم. غیبت سخترین گناه و بدترین مثال الله برای غیبت داده است و فرموده که غیبت خوردن گوشت برادر است، برادر مرده. کسی که غیبت کسی را می کند گویا جنازه او در جلوی او هست و او گوشتش را داره میخوره. که انسان خیلی از لحاظ فطرت و طبیعت نفرت میکنه از گوشت انسان مرده، از گوشت هم نوع خداست. و امروز روزای انتخابات و به هر حال یکی از آزمایشات هست و یکی از صحنه‌های بسیار مهمه که همه دنیا به انسان دارند با دوربین‌هایشون با ذره‌بین‌هایشون دارن نگاه میکنند که ملت ایران چه کار میکنه. لہذا یک وظیفه اما آن است که گسترده شرکت کنیم در انتخابات. و یک نکته مهم آنه که چون کاندیدا متعدد و زیادن و لہذا هواداران هم دارن، طرفداران دارن همه، لہذا غیبت یک دیگر را نکنند، تهمت نزنند، بدگمان نشند، افترا نبندند بر یک دیگر و یک دیگر را تحقیر نکنند و مواظب باشن، بیدار باشن. امروز تهمت زیاده، توی اینترنت بسیاری وارد میکنن یک سری تهمت ها را بدون اینکه حق در نظر بگیرن، بدون اینکه خدا را در نظر بگیرن، بدون اینکه قیامت و حساب و کتاب در نظر بگیرن. بسیاری هستند که به دنیای خود دینشون را میفروشند و بسیاری هستند که به دنیای دیگران دینشون را میفروشند.
و گفته شده است که بدترین انسان همونه که به دنیای دیگران دین بفروشه و هر کسی که دنیا را دین را به دنیا عوض بکنه و انسان بدتر و انسان زشتی است. الله همه ما را نجات بدهد. دوری بشی از غیبت و دوری بشی از تهمت و دوری بشی از دروغ و افترا و انتخابات سالمی را ما داشته باشیم. صداقت و امانتداری در اسلام مهمه. از برجسته ترین نقطه ها در دین اسلام و در تمدن اسلام صداقت هست. و پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم حضرت محمد امین صلی الله علیه و سلم قبل از اسلام در مکه مکرمه به عنوان محمد امین یاد می شدند. و آن حضرت وقتی که فرمودم من چگونه یافتید در کوه صفا و همه نزدیکان خود را جمع کردند و سران مکه بودند، فرمودم من چگونه یافتید؟ همه گفتند که ما شما را صادق و راستگو یافتیم. از صفتهای زیبای رحمت للعالمین قبل از نبوت و پیغمبر صداقت بود و امانتداری بود. امانتداری رعایت بشه. صداقت حیاتی و مهمه و ما دروغ نگیم و دروغ بسیار گناه بزرگی است. از مهلکات، از گناه های سخت و از گناه هایی است که لعنت خدا بر انسان فرود میاد. الا لعنت الله علی الکاذبین. الله تعالی فرموده امانت داری مهمه و رای امانت در دست شما و لحاظا مواظب باشید که رایتون را به چه کسی میدید. لحاظا این نقطه ها مهمن عزیزان من. و بنده از شما مردم عزیز زاهدان درخواست دارم که به هر حال همه تو شرکت بکنه. ببینید دو تا انتخابات ما داریم، مجلس هست و خبرگان. همه برای هم خبرگان نماینده انتخاب میکنید و هم برای مجلس. و در زاهدان دو نفر خبرگان هم دو تا در سطح استان و مجلس در زاهدان دو. هر نفر حق داره که دو نفر انتخاب بکنه، را به دو نفر بده و مجموع در زاهدان میشن 4 نفر، 2 نفر نماینده و 2 نفر نماینده مجلس و 2 نفر خبرگان. در سطح استان در هر شهرستان از حوزه های انتخابی 1 نماینده و 2 نماینده خبرگان. در سطح استان نماینده خبرگان 2 تا که در این انتخابات شرکت دارن. حضورتون فعال باشه. به مادران و خواهران پیام بندران برسونید که در صحنه انتخابات حضور پیدا بکنند و هر کسی که دارای شرایط رای هست و انتخابات سال چک کرده بره. چند سن شرکت در انتخابات 18 سال. بله میفرماید 18 سال سن شرکت در انتخابات. جمیع کسانی که واجد و شرایط برای رای دادن اونها انشالله پای صندوق حضور پیدا بکنن. توصیه بنده به شما مردم عزیز زاهدان و مردم استانانه که به وحدت و انسجام و همدلی سعی کنید که بهترین افراد انتخاب بکنید و لحاظا افرادی باشند که به درد هم مجلس به نظر شما بهتر میخورند و هم به درد مردم بهتر میتوانند بخورند و اونها را شما انتخاب بکنید و به خانه بفرستید، خانه ملت که نمایندگان همه شهرستانها و استانها در آنجا حضور دارند. نمایندگان شما هم در آنجا حضور داشته باشند و هم قانون گذاری هست و هم نظارت بر اجرای قانون در سطح کشور و در سطح مملکت و لحاظا این حیاتی هست و این بسیار مهمه و از هر نوع تنازع، اختلاف و اختلاط دوری کنند عزیزان من در انتخابات. شما خودتون الحمدلله بیدارید و مردم زاهدان، مردم استان ما، مردم کشور ما بیدارند و لحاظا انتخابات با بیداری انجام بگیره. شما از هر کاری که داشته باشید انتخابات مهمتری از کارهای شما. کارهای شما انفرادی هست و کارهای انتخابات اجتماعی
اگر شما دیگه کار اجتماعی دارید بعض انتخابات مهمتره، چرا که انتخابات تنها در یک روز انجام میگیره و بالاخره بعد تا 4 سال دیگه انتخابات نیست و اهمیت خاص برخوردار است. رای شما تعیین کننده و در سرنوشت خودمان باید همه من دخالت داشته باشیم. این از به هر حال از دستاوردهای جمهوری اسلامی است که ملت تأثیر گذاره و ملت نقش داره و ملت محور است و البته اصل دین اسلامه. حالا غربی ها محور عرض کنم که ملت ها میدانند و همه چیز به ملت برمیگرده و مسلمانان اصل اسلام میدانند. و به هر حال در اسلام شایسته سالاری مهمه و شایسته سالاری را این شایستگان مردمان که تعیین می کنند و شمایید که شایستگان خودتون را تعیین می کنید و به مجلس می فرستید. ما امیدواریم که انتخابات بسیار خوبی داشته باشیم و دعا هم بکنید که الله بهترین افرادا و اصلح ترین افراد و نافع ترین افرادا به مجلس بفرسته که نمایندگان خوب عزت ملتان و عزت مردمان و عزتند برای همه جمهوری اسلامی و برای مردم ایران. نمایندگان با تجربه، نمایندگان با علم که علم داشته باشند و صاحبان اندیشه باشند و قدرت فکری و قدرت علمی داشته باشند، این نمایندگانی هستند که مایه عزت میشن. الله تعالی توفیق مزید عنایت بفرماید. و در این وقت شایعات و زیاد میشه و به شایعات توجه نکنید و تحقیق کنید و بررسی بکنید. بسیاری هستند که شایعات میاندازند که برای که رقبا را از صحنه بیرون بکنند یا کمرنگ بکنند و لہذا شما به شایعات توجه نکنید، بیدار باشید و هوشیار باشید. الله به شما توفیق عنایت فرماید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. امروز ما خوشحالیم که مهمانان بسیار بزرگ و شخصیت های بسیار بارز در این عرض کنم که مراسم ما شرکت دارند. شیخ احمد الزین مفتی شهر سیدای لبنان و رئیس امنای تجمع علمای مسلمین لبنان، ایشون علمای شیعه و سنی تجمعی دارند در لبنان و این شیخ بزرگوار به هر حال رئیسشونه و از شخصیت های جهانی هست و ایشون اینجا شرکت دارن. برای ما جای بسیار خوشحالی است. شیخ محمد مسئول تبلیغات همین تجمع و لحاظا اینجا شرکت شیخ آقا آل ایوب مدیر کل روابط بین الملل حوزه و از بزرگانند و بسیاری از شخصیت ها و علمای داخلی ایرانند، از عزیزان ما علما و شخصیت ها از قومند و به هر حال ما به همه عزیزان خیر مقدم عرض می کنیم و خوش آمد میگیم و خوشحالیم. اینا در یک همایش وحدت که در زاهدان بود مهمانش از لبنان تشریف آوردند و اینجا شرکت کردند و این همایش را نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری به سرپرستی و مدیریت حضرت حاجی آقای سلیمانی امام جمعه معزز زاهدان و نماینده محترم ولی فقیه برگزار کردند و لحاظ مهمانان شرکت داشتند و الله تعالی مهمانان انشاءالله به سلامتی همون مجلسه تمام شده و به خانه و وطنشون انشاءالله برگرداند. و صلی الله علی سیدنا محمد.